همراهان همیشگی کانال 7 سلام علیکم. خیلی خوشحالم که با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم. آقای چند وقت فصل جدید اسکوید گیم یعنی فصل دوم اومده که خیلی نکات مخفی داخلش هست. پس بریم سراغ این ویدیو که میخوایم تئوری خفن از فصل سوم اسکوید گیم یا همون ماهی مرکب بگیم. قاعدتاً مشخصه که اگه هنوز فصل دوم رو ندیدین و براتون مهمه که اسپویل نشین، ویدیو از فصل دوم اسپویل داره، پس بذارید واسه بعدن. اول اینکه واسه خیلی سواله که فصل سوم اسکوید گیم کی میاد. فصل دوم اسکوید گیم یه جوری تموم شد که تو ذوق خیلی از مخاطبان خورد. احتمالاً خود عوامل هم همین رو پیش بینی میکردن که هم توی تیتراژ آخرین قسمت فصل 2 هم توی اخبار از فصل سوم خبر داده. البته خبر بد برای طرفداران این سریال اینه که فصل سوم اسکوید گیم قراره آخرین فصل این سریال باشه. خود کارگردان اسکوید گیم پیه بیانیه‌ای واسه طرفدارای این سریال اعلام کرد که فصل سوم فصل آخر این سریاله. قراره که فصل سوم تا همین سال 2025 یعنی امسال پخش بشه و پیش بینی میشه که 2 ماه آخر 2025 یعنی بین اکتبر تا دسامبر فصل سوم اسکوید گیم یعنی فصل آخر پخش بشه. تقریبا میشه آخر پاییز سال 1404 خودمون. اما بریم سراغ تئوری فصل سوم سریال ماهی مرکب یا همون اسکوید گیم. همونطور که توی فصل دوم دیدیم قرار بود که بازی‌ها 6 مرحله داشته باشه که فقط 3 مرحله انجام شد. پس بجز مرحله فینال یا همون اسکوید گیم 2 بازی دیگه هنوز مونده. طبق تئوری اول گیهان و بقیه شرکت کننده ها به بازی برمیگردن و باید با همدیگه رقابت کنند. تو قسمت 6 فصل دوم دیدیم که رأیگیری با رأی اینها برابر شد و رأیگیری مجدد برای فرداش افتاد که شرکت کننده ها به جون هم افتادن که بتونن سایت طرف دیگر رو ضعیف‌تر کنن و رأی تیم خودشون بیشتر باشه. خلاصه بعد از اون کشت و کشتار رأیگیری دیگه‌ای نداشتیم. پس به احتمال خیلی زیاد طبق قانون بازی، چون اگه دقت کرده باشین گردانندگان بازی خیلی به قوانین پایبندن، پس اول فصل سوم احتمالاً بازم با رأیگیری شروع شه و اکثریت این دفعه به بازی رأی میدن، چون چیزی که مشخصه ما مجدداً بازی تو فصل بعد داریم اما با رأیگیری. حالا طبق این تئوری که حتما بازی به مرحله آخر برسه و یه نفر برنده بشه قرار نیست اتفاق بیفته. تو فصل 2 ما مواردی رو دیدیم که میشه پیش بینی کرد قراره چه اتفاقایی به فصل سوم اضافه بشه. اول که دیدیم سرباز شماره 11 با بقیه سربازا یه تفاوتایی داره، اما این که دلش میسوزه برای پدری که دخترش سرطان داره و بهش شلیک نمیکنه. دوم که با قاچاق اعضای بدن شدیداً مخالفه. دیدیم با بقیه سربازا خلاصه فرق داره. دلیل نکشتن شرکت کننده شماره 246 رو گفتم، اینه که یه دختر مریض داره که قبلا تو اوایل سریال دیدیم که سرباز شماره 11 با اون دختر همدلی کرده بود. اونم به خاطر اینه که خودش هم یه دختری داره و نمیتونه بهش برسه و خیلی هم دلتنگ دخترشه. کلی هم تلاش کرده برای اینکه اون دخترش رو پیدا کنه. یه اشاره‌ای هم به خودکشی کردنش تو قسمت دوم سریال شد. همون جایی که بچه میره سمتش و به زخم دستش اشاره میکنه، اونم سریع میپوشونه. به خاطر همین همدلی که احتمال خیلی زیاد سرباز شماره 11 سایدش رو عوض میکنه و به گیهان و بقیه شرکت کننده ها کمک میکنه. یه مورد دیگه هم که تو فصل دوم دیدیم این بود که برادر فرانتمن یعنی همون جونهو آقای پلیس با یه تیمی دنبال محل این بازی هستن. احتمالاً جونهو از خیانت ملوان با خبر میشه. حالا میکشدش یا مجبورش میکنه که به سمت جزیره بازیا بره. فرقی نداره. کلاً از این خیانت یا اینکه این حواسش بهش هست یا اینکه از طرف داداششه متوجه میشه و بالاخره میره سمت جزیره. پس طبق این تئوری فرانتمن کار خیلی سختی جلوشه، چون از داخل با گیهان و سرباز شماره 11 و بقیه طرفه. یه جناح هم از بیرون داداششه که با یه تیم آموزش دیده داره میاد سمتش.
گیهان و جونهو بقیه برای از بین بردن بازی ها، مخصوصا اینکه جون بقیه کمتر از بین بره، نباید بذارن بازی به فینال برسه، چون دیگه اونجا فقط 2 تا پلی هستن که با هم دیگه رقابت میکنن. صحبت از سرباز شماره 11 شد. راجع به همدلیش با بچه سرطانی هم گفتم. با یکم دقت متوجه میشیم که آخر فصل 2 سرباز شماره 11 شرکت کننده 246 را نمیکشه. اگه یکم به زاویه اسلحه نگاه کنید، وقتی که دوربین عوض میشه، سر تفنگ رو میبینیم که میاره پایین. حالا به شکم یا به پاش شلیک میکنه. اما تئوری دوم و تئوری کرک و پریزون و عجیب از فصل 3، طبق این تئوری دیگه سرباز شماره 11 قرار نیست ساید عوض کنه و نکته پریزون همینجاست که خود بازیگر نقش اول، یعنی شرکت کننده 456 جناب آیگیهان که ساید عوض میکنه و میره تو تیم گرداننده، چه واسه اینکه خودش گرداننده بازی میشه و جای فرانتمن رو میگیره. کلا این تئوری قشنگتره. حالا دلیل این تئوری من برمیگرده به مصاحبه کارگردان اسکوید گیم بعد از پخش فصل 2. تو این مصاحبه کارگردان درباره فصل 3 اسکوید گیم اینجوری میگه که فصل 3 اینجوری شروع میشه که گیهان بعد از چند بار تلاش برای متوقف کردن بازی و در نهایت شکست خوردن و کشته شدن دوست صمیمیش دچار سرخوردگی و ناامیدی میشه. این حس سرخوردگی و ناامیدی باعث تغییر گیهان میشه و شما میبینید که گیهان در فصل 3 چه تغییراتی میکنه و همین صحبت‌های کارگردانه که این تئوری رو خیلی قوی میکنه. این مصاحبه باعث میشه که اولین لامپ این تئوری روشن بشه که گیهان قراره تو فصل 3 خودش گرداننده بازی بشه و به نوعی لباس فرانتمن تنش کنه. اما لامپ دوم این تئوری اونجایی روشن میشه که تقریباً 1 هفته قبل از شروع فصل 2 بازیگر اصلی این سریال، یعنی خود بازیگر نقش گیهان، به برنامه جیمی فلن شو دعوت شده بود و درباره این سریال چیزهای مهمی گفته بود. تو این تاک شو بازی با بازیگر نقشی ایهام میکنن که با دکمه آبی و قرمز باید جواب بده و قاعدتاً آبی دکمه تاییده، یعنی بله، و دکمه قرمز یعنی خیر. اول اینو بگم که تو یکی از سوالها ازش پرسیده شد که برمیگردی به بازی و دوباره برنده میشی؟ دکمه قرمز رو زد. این خودش یعنی نشون میده که گیهان برنده بازی نیست. اما قسمت جنجالی این مصاحبه برمیگرده به سوالی که ازش پرسیده شد: آیا تو قراره فرانتمن بازی باشی؟ که با یکم مکس هر 2 دکمه رو فشار داد، یعنی هم بله و هم نه. اینه که تئوری فرانتمن شدن گیهانو خیلی قوی میکنه. اینکه حالا چرا هر دکمه رو زده؟ اول اینکه خب قاعدتاً نمیتونه با صراحت اسپویل کنه و سریال رو خراب کنه. از طرفی میشه برداشت کرد که منظورش از دکمه قرمز این بوده که فصل 2 فرانتمن نیست و با زدن همزمان دکمه آبی تایید میکنه آخر این سریال، یعنی توی فصل 3 فرانتمن بشه. در آخر از سکانسی که اول ویدیو گفتم که خبر از فصل بعد میده بگم که بین تیتراژ آخر قسمت 7 فصل 2، یعنی همین فصل، عروسک دختر بچه به نام یانکی رو دیدیم که توی تصویری از غروب به همراه عروسک پسر بچه بود. باید بگم که این عروسک پسر داداششه. اون عروسک دختره یعنی یانکی. یه داستان قدیمی تو کتابای مدرسه تو کره بوده قدیما که این 2 شخصیت تو اون داستان به عنوان خواهر و برادر وجود داشتن. دقیقاً مثل بقیه بازی که ریشه تو بازی‌های قدیمی کره‌ای ها داره و خیلی هاشو خود شرکت کننده ها به یه نحوی تو بچگی بازی کردن. یه پیش بینی هم میشه کرد، اونم که عروسک پسر باگ نقطه کور عروسک دختره رو برطرف میکنه. همونطور که دیدیم تو اولین بازی گیهان، اون به همه یاد داد که پشت همدیگه قرار بگیرن تا از دید عروسک مخفی بمونن. همین بود که خیلیا به حرفش گوش کردن و زنده موندن. احتمالاً عروسک یانکی با داداشش دید وسیع تری دارن و کسی نمیتونه به همین راحتی قصر در بره. خب بچه ها، نظر شما چیه؟ به نظرتون کدوم یکی از این تئوری ها میتونه اتفاق بیفته؟ یا اصلا کدومش جذاب تره؟
اگه اتفاق بیفته اینکه گیهان و سرباز شماره 11 و تیم عملیاتی بیرون بتونن بازی رو از بین ببرن یا اینکه خود گیهان فرانتمن بازی بشه، حتما کامنت کنید. توی کامنت بازم بگین که سراغ سوژه های دیگه از این سریال بریم یا نه. مرسی از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین. اگه مخاطب تازه کانال 7X هستین، از ویدیوی دیگه‌مون هم دیدن کنید که راجع به فیلم و سریال های دیگه، راجع به حواشی، تئوری، فکت و بقیه چیزا صحبت کردیم. لایک و سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید و مثل همیشه مراقب زیبایی هاتون باشید و خدا نگهدار.